خب دوست داری زن از کجا باشه؟ از کجا افغانستان باشه؟ از خود افغانستان باشه. از کجا افغانستان؟ از هرات، کابل، مزار؟ از ایران. کجا؟ از ایران؟ زن ایرانی میخوای؟ خب خیلی خوب خیلی خوب. خدا تو را به آرزوی تو برسونه. خب الهی آمین. دوست داری زن تو چاقی باشه یا لاغری؟ چاقه باشه گوشت. خب خیلی خوب خیلی خوب. بعد از هرچمون میرم به حج میرم. برامون در هرچمون خرج خونه میکنم نمون بجانم. بیشتر به من یک ضرب المثل گفتی گفتم پول به کیسه خود داری. چی گفتی چی؟ مرمی بزنه دود بیرون نمیشه. به کیسه تو مرمی بزنیم دود بیرون نمیشه. از بس که بی پولی. مصاحبه من با از اونا تمام شد. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خیلی عالی. ببینید واقعا حرکاتی خیلی فوق العاده ای. چند تا مسجد تاله جور کردید؟ ما مسجد در قره که جور کردیم تقریبا 1 2 3 عبدالرحمن مسجد 4 تا. خب تو چند ساله ای؟ من 11. زن می؟ می؟ نه؟ زن به خاطر چیه؟ هیچی زن آدم خوشحال نکنه وزی چیز میزی میخری. چیز میزی میخری؟ چیز میزی میخری؟ آگه وزی. چی میگیری؟ بزن من گشتر گلوبند و چیز اینا. خب لپ و جپیر میگیری؟ زن دوست داری؟ زن دوست داری؟ والیا. خب دوست داری زن از کجا باشه؟ از کجا افغانستان باشه؟ از خود افغانستان باشه. از کجا افغانستان؟ از هرات، کابل، مزار؟ از کجا؟ ایران. از ایران؟ زن ایرانی میخوای؟ خب خیلی خوب خیلی خوب. خدا تو را به آرزوی تو برسونه. خب الهی آمین. دوست داری زن تو چاقی باشه یا لاغری؟ چاقه باشه گوشت. خیلی خوب خیلی خوب. تشکر که خود ما مسابقه کردی عزیزی من. تشکر. او طرف کامرا نگاه کن. به بیننده ها یک سلام بکن. سلام علیکم. بخیر باش. بیننده های عزیز همراه ما باشین. کوکو جان خوبین؟ خوب باشه قراری جان و جور چل. تشکر بخیر باشین قربونش. قراری سعی ان شاء الله. شکر الحمدلله فضل خدا. عزیزی کوکوی دلم. بله سعی. اگر 10 میلیون افغانی یا 100 لک افغانی که میشنه میداشتی چیکار میکردی؟ چی مسجدها رو جور میکردم او که غریبان مردم کمک میکردم. مسجدها رو جور میکردی؟ کمک با چی میکردم کسی که غریب بوده یه خانه کرده رو کمک. چند ساله هستین کوکو جان؟ ما 65. 65 سال. به تیم 65 سال زندگی خود چقدر پول پیدا کردین؟ والا زیاد پیدا کردم خود شوقیش نبودیم در رفته کمک کردیم مردم. یعنی تا فعلا 100 لک پیدا نکردین؟ نه پیدا کردیم زیاد. خب مصرف کردیم سر خودم سر مردم اندیوالام. چند تا مسجد تاله جور کردید؟ ما مسجد در قره که جور کردیم تقریبا 1 2 3 عبدالرحمن مسجد 4 تا. 4 تا مسجد. یعنی اگر شما 100 لک داشته باشین فقط مسجد جور میکنین درسته؟ مسجد اول. تشکر. از کجا هستین؟ ما چیز کابل. از کابل؟ ولسوالی باگرامی قریه ممزی. اینجا مسافرین؟ مسافرین. تشکر بخیر باشید. سلام وقت بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله. قربان شما. اسم شما و از کجا هستید؟ مولوی لال محمد زاکر از جوزجان ولایت است. از جوزجان؟ بله بله. به هرات تفریح آمدین؟ بله همینجا یک مراسم بوده. توی بوده از یک اندیوالا به خاطر ما آمد. ما یک برنامه داریم تحت این سوال که اگر شما 100 لک افغانی می داشتین با 100 لک افغانی چه کار میکردین؟ با 100 لک افغانی خو بیخی کم پول است. کم پوله؟ بله. چون که مظلوم افغانستان و غریب افغانستان زیاد است. 100 لک روپیه خیلی کم پول است. اگر بازم شما میگی 100 لک پول ما امی 100 لک پول با امی مهاجرین که آمادگی است از پاکستان از ایران به اونا توضیح میکنیم. به می کسانی که از پاکستان و از ایران مهاجر شدن آمدن پس به وطن همه می 100 لک به اونا کمک میکردین؟ بله 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 الحمدلله. اگر 100 لک روپیه بوده اگر 500 لک روپیه می بوده کلگی به اونا کمک میکردیم به اونا تقسیم میکردیم. تشکر بسیار زیاد که امروز ما مسابقه. بخیر باشین. امیدوارم با آرزو خوب برسید. تشکر. زنده باشین. بخیر باشین. زنده باشین. کوکو جان کدام وقتی تو تصور کردین که 100 لک افغانی پولی نقد داشته باشین؟ بله. همین 100 لک اگر فعلا داشته باشین چیکار میکنین؟ 100 لک اگر داشته باشم 50 لک به خاطر خدا برای خدا مسجد میسازم و پلچک میسازم. 50 لک دیگه 25 لک برای فقرا و مساکین میدم. بعد از هرچمون میرم به حج میرم. برامون در هرچمون خرج خونه میکنم نمون بجانم. خدا کنه با آرزو خوب برسید. زنده باشید. تشکر. ممنون. الله تشکر. شما ندارین کدام آرزویی؟ راز ما نیست.
خب بیننده عزیز همراه ما باشین و دیدگاه مردم حتما میبینیم. در ادامه برنامه دوستا طفلیه بالاخره یک سر صدا میزنه که اصلا تحویل نمیگیریم ها. لالا تحویل نمیگیری. باش ببینیم چی گفتنی داره. سلام علیکم خیلی چقدر مرد صدا میکنی البته من دوست داری خیلی. ما میادی بچه هم بازی کردم ما بازی نکردم. خب به خاطر تو بازی نکردی؟ من خود تو بازی بکنم. نه. خب صحیح شد. اسم تو چیه گل من؟ برهان‌الدین. از کجای جان من؟ از بادغیسم. از بادغیسی. خیلی خوب. اینجا خانه اینجا ایراته؟ بله. خیلی خوب. چیکار میکنی؟ اینجا کار میکردم باز پیام گفتم برو مکتب و مسجد. خب حالا تو به مکتب و مسجدی دیگه درسته؟ بله. خیلی خوب. میگو چندی پول تکسه خوداری؟ تو 50 روپیه نیه. تو 50 روپیه نیه؟ مرمی بزنی دید بیرون نمیشه. مرمی بزنم؟ دید بیرون نمیشه. دید بیرون نمیشه. میگو هزاری رو میشناسی؟ هزاری افغانی؟ اگر 100 لک افغانی به تو بدن چیکار میکنی؟ ای کار میرم بیرون کار کنم. 100 لک به تو بدن میری بیرون کار میکنی؟ نه دیگه. میرم کابل باز کابل میرم بیرون. میری بیرون باز میری به کابل باز پس میای ایران؟ خیلی خوب. بعد تو دوست داری؟ تو زن میگیرم یکی بیرون یکم به کابل خلاص. زن میگیرم؟ همه شما بچه‌ها چقدر شوق زن دارین؟ چیکار شما؟ این زن همه چیکار؟ چی به کار پیر مادر کار کنه. خب تو خدمت پیر مادر. واو چقدر عالی. واقعا تو زن میکنی که به پدر و مادر تو خدمت کنه؟ خیلی خوب. زن تو از کجا باشه؟ هر جا باشه. از هر جا؟ ایران باشه، کابل باشه، ایران باشه، هر جا باشه. دوست داری زن تو قد بلندی باشه یا قد پایینی؟ خود من. مثل خود تو بری باشه؟ چاقی باشه یا لاغری؟ لاغری باشه؟ خب خیلی خوب. دوست داری زن تو پولداری باشه یا بی پولی؟ پولدار هم باشه بی پول هم باشه. فرق نمیکنه؟ قند و قرود یکیه؟ خیلی خوب خیلی خوب. پس با تو که 100 لک بدیم میری ایران چکرار میزنی باز میری به کابل چکر میزنی بعد می یک زنی هم بخو میکنی چاقی باشه لاغری هم باشه فرق به تو نمیکنه درسته؟ بله. خیلی خوب. انا امروز تو مصاحبه کردم خود تو گپ زدم خوش شدی؟ خیر بینید. ببیننده یک سلام بکن. سلام علیکم. بگو جور باشین. جور باشین سلامت. به هر جای که هستیم تای تو رد باشین. هر جا باشین تای تو رد باشین. همو پیشتر به من یک ضرب المثل بگفتی گفتم پول به کیسه خود داری چی گفتی چی؟ مرمی بزنه دود بیرون نمیشه. به کیسه تو مرمی بزنیم دود بیرون نمیشه؟ از بس که بی پولی. همراهان عزیز آمدیم و چشم ما به یک دو جوان خورده که حرکاتی ورزشی انجام میده. توجه ما جلب کرد و بریم ببینیم که اینا چه کار میکنن چند وقت میشه که چنین کار میکنن و سوال را هم از اینا بپرسیم که ببینیم اینا در چی جهتی میتونن همین مقدار پیسه را مصرف کنن. اگر حاضر شون همراه ما مصاحبه بکنن. السلام علیکم. و علیکم سلام. چه احوال؟ بخیرین. تشکر بخیر باشین قربان شما. اسم شریف؟ نجم جان. همین تو از دور توجه ما به خود جلب کردیم دیدم که حرکت‌های بسیار عالی انجام میدیم گفتم باش بیام از شما یک مصاحبه بگیرم همراه شما چند دقیقه صحبت کنم و یک سوالی هم برنامه مدار از شما بکنیم ببینیم که سوال ما چطور جواب میدیم. چند وقت میشه ورزش میکنین استاد جان؟ من مدت 19 سال میشه ورزش میکنم. 19 سال میشه؟ پیش خود ورزش میکنین یا نه؟ نه پیش استاد خانم تمرین کردیم و بعد از او یک 3-4 سال پیش استاد تمرین کردیم بعد از او کلاب خود نوا کردم دیگه خود شاگرد آخر. یعنی فعلا شما کلاب هم دارین؟ بله دارم. پس در واقع شما استاد هم هستید؟ بله. خیلی خوب. در برنامه ما چنین سوالیه که اگر شما 10 میلیون افغانی که عبارت از 100 لک افغانی میشه داشته باشین با 100 لک افغانی میخواین چه کار بکنین؟ من همیشه وقت از بعضی جا که عبور میکنم انگارا کلون رشته که همیشه وقت جای نیاز داره که انگر باشه جای باشه مثل ژیمنازیوم ما ایت جای نیاز داریم که بتونیم کلاب تیار کنیم و آرزوم همینه که اگه 100 لک هم نی حتی اگه 200 لک هم باشه میتونم برای خود کلاب تیار کنم جای خوبی تیار کنم که بتونیم درست ورزش کنیم. نه در کل شما 100 لک دارین یعنی واقعا فکر کنین دارین دقیقاً 100 لک چگونه مصرف میکنین چه کار میکنین؟ 100 لک دقیقاً به خود خوب ورزش خوب و به مردمی که ورزش میکنم به همین رشته مصرف میکنم. به عنوان یک جوان ورزشکار و پر انرژی برای بیننده ها چی پیام داری؟ تنها چیزی که فعلا به این وضعیت میتونم بر شما بگم اینه که ناامید نشین و از یک جای شروع کنین چی ورزش باشه چی کار زندگی باشه فقط شروع کنین. به عنوان دوست شما خواهش میکنم یک چند تا اکشن دیگه هم با ما انجام بدیم.
وقت شما خوش. همچنان. خدا نگهدار. خسته نباشید. خب بینندگان عزیز، ما اکشن آخری از این دوستا رو میبینیم و مصاحبه من برای از اونا تمام شد. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، خیلی عالی. ببینید واقعا حرکاتی خیلی فوق العاده است که به تصویرش ساده بیایه ولی واقعا خیلی مشکله. ببینید واو واو واو، یعنی در گوشه کنار شهر هرات ما همچون جوانهایی داریم با انگیزه، با انرژی و بالاخره دارن زحمت میکشن، امید خود از دست ندادن و اینا آینده را بسیار مثبت میبینن. ما آهسته به یک چرخی انار فروشی برابر شدیم و بریم سوال خود از این عزیز که پرسان میکنیم. سلام، وقت شما بخیر. تیاره هستم، بخیرم. سلامت. قربان شما، تشکر. اسم شریف؟ غلام فاروق جان. خب غلام فاروق جانی عزیز، انار فروشی دارین درست؟ بله یا به اجازه شما. خیلی خوب. ما یک برنامه داریم، یک سوالی در این برنامه خود مطرح میکنیم از شهروندا و ببینیم که چی میگن، درسته؟ خدمت هستم. برا قربان شما، بخیر باشین. اگر 10 لک افغانی می داشتی بله یا چی کار میکردی با 10 لک افغانی؟ 10 لک افغانی لالا خیلی ارزیاد داریم، ما 10 لک فکر نکنم بشه. یعنی آرزوهاش ما بالاتر از 10 لک. 10 لک اگه خدا بده. خب فرض مثال اگر 500 لک افغانی می داشتی چی کار میکردی؟ 500 لک افغانی داشتی، اول از زندگی خود درست میکردم، بعدم ازم دوره بریا خود که دستانگم، بعدم به من نیازمنده کمک میکردم برای من. تمام؟ بله یا تشکر. خواهش میکنم. او برادرم هم کار شما نه؟ باش که از هم یک پرسانی بکنه. سلام برادر، خوبی؟ وقت شما بخیر. خوب هستی؟ قربان شما. اسم شریف؟ محمود. اگر 500 لک افغانی می داشتی چی کار میکردی؟ 500 لک طول نقشه را ریختم 500 لک. خب خواهیم تو یک تصوری بکن که گویا تو 500 لک افغانی داری، با 500 لک افغانی چی کار میکردی؟ 2 تا دکان میدون بار میزدم. 2 تا دکان میدون بار؟ فقط انار میفروشی؟ فقط انار. جان با کار ما اناره. خب بله. یعنی با داشتن 500 لک افغانی هم از این کار خو منصرف نمیشدم. نه، چون این کار یک عمر به من ریزی میده. یعنی 500 لک افغانی هم باید دوباره سرمایه گذاری میکردم. فقط 10 لک به کار بود، 6 لک پیشکش خوندن و 4 لک عروسی میکردم. اینو دیگه به خود کاروبار تیار میکردم. خیلی خوب. یعنی 500 لک افغانی اگه قرار بزی باشه که داشته باشی بازم انار فروشی خود ادامه میدی؟ انار فروشی هست، کار مثال دکون میزنم تا میدون بار و چرخ نیه دیگه. یعنی از چرخ به میدون بار؟ میدون باره. تا میدون بار 100 لک هم باشه، 1000 لک هم باشه، بازم کمه. خیلی خوب، خیلی خوب. تشکر. قربان شما، بخیر باشه. خدا نگهدار.